و الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان می‌فرماید که هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنی زن رو برای مرد لباس قرار داده است و مرد رو برای زن لباس قرار داده است. ما همین رو گفتنی هستم که خشتوان هم مادر هستند. بله. اونها هم در حالت جوانی کمبودی‌ها داشتن. وقتی کمبودی‌های کلین رو می‌بینن نباید پیشخند بزنن، بلکه اون رو نصیحت کنن و نصیحت‌های بی‌غرضانه. یعنی پدر و مادر برای به دین آوردن فرزندی سالم و صالح، یعنی فرزندی که هم به جامعه هم به پدر و مادر یک نامدار باشند، باید به احتیاط باشند. یعنی این چیزی عادی نیست. پیامبر علیه السلام تاکید میکند که امک ثم ابوک، احترام کن مادرت رو بعد از آن پدرت رو. روز بخیر. این نشر نوبتی سلسله پادکست های مادری سالم کودکی سالم است. من بهروز نصرالدینов هستم و این سلسله پادکست رو از استودیوی یورتی جی پیش میبرم. لایحه مادری سالم کودکی سالم در تاجیکستان با کمک اگنتی ایالات متحده آمریکا اوید به رشد بین المللی یوساید در همکاری با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تطبیق میگردد. هدف لایحه کار از بالای تغییریابی معیارهای اجتماعی و غذا، اینچنین نگاهبینی سلامتی مادران و کودکان میباشد که با انتخاب تجربه های طرز حیاتی سالم مساعدت میکند. دوستان عزیز، در مهمانی ما هستند دامولو جمال‌الدین خاموشی، مدرس دانشکده اسلامی تاجیکستان و اعضای شورای علمای جمهوری تاجیکستان. امروز ما درباره سلامتی و غذای زنی حامله و شیرده از نگاه دین صحبت خواهیم کرد که در اسلام اوید به دستگیری زن از جانب شوهرش چی گفته شده است. دامولو، خوش آمدید. سلام. به نام خداوندی که به اندازه مهربان و نهایت با رحم است آغاز میکنم. البته خود معلوم است که زندگی زن و شوهری زندگی مشترک است. یعنی زندگی است که شریکی است، یعنی خداوند زن رو برای مرد آفریده است و زن رو برای مرد آفریده است با وجه حلال. و الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان میفرماید که هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنی زن رو برای مرد لباس قرار داده است و مرد رو برای زن لباس قرار داده است. یعنی چی است؟ این است که انسان با لباس زیبا است و عیب‌های انسان هم با لباس پوشیده می شود. و از طرف دیگر نگاه کنیم، تمام کمبودی‌هایی که در عائله می شود، چقدر که عیب انسان با لباس پوشیده می شود، زندگی زن و شوهری هم باید چنین باشد. یعنی عیب دیگر رو پوشانند، اسرار دیگر رو پوشانند، یعنی فحش نکنند، آبروی دیگر رو نریزند. و از نگاه دین البته تمام مسئولیت‌های زن بر ذمه شوهر است. از نگاه دینی اگر ما نگاه کنیم، اون امتیازهایی که شریعت به زن داده است در یک قانون بشری به چنین درجه دیده نمی‌شود. تمام برد و باخت زن بر ذمه شوهر است. حتی اگر زن یک فردی به اصطلاح امروزه میلیونر هم باشد، اگر زن شوهر او یک کوچرو هم باشد، خوراکش و پوشاکش و جای استقامتش بر ذمه شوهر است. با وجود همه برد باختش و تمام از قبیل لباس، خوراک، پوشاک، همه این رو باید تامین نماید. دامولو میگفته در نگهداری سلامتی و غذای زنی حامله، یعنی که شیرده خشتومن چی نقش دارد؟ و خودی خشتومن قید کردید. البته در عرف مردم ما چنین است که خشتومن رو رئیس خانه میگویند، یعنی سرپرست خانه است، چون که پسر کلام کرده است، با وی رسانده، شوهر داده است. اینها باید از پای انصاف بیرون نروند، از جوده انصاف بیرون نروند و کلین رو همچون فرزند برای خود قبول کنند. چون که در عرف مردم ما میگن که 4 پیرو 4 تکبیر، یعنی پدر و مادر داماد برای کلین پدر و مادر است، پدر و مادر کلین برای داماد پدر و مادر است. یعنی همچون فرزند خود قبول کنند و اینها که در زندگی تجربه خوب دارند باید از این تجربه های خود استفاده کنند. و در عرفیت هم میگن که از جوانان لغزش است، از پیرو بخشش. هر کمبودی که اگر دختر داشته باشد باید تربیت کند تا اینکه یک بانوی واقعی شود در تربیت فرزند، تا اینکه ناکام نگردد. در عرفیت مردم اگر یک زنی حامله به خانه وارد میشید، اگر در اون خانه پخت و پز میکردن، اگر حتما یک خوراک از قفای او روی میکردن که همین زن حامله است، تا اینکه نظری وی نرود، دلی وی نرنجد. و وظیفه خشتومن هم همین است که نسبت همین کار جدی باشد. یعنی چخیلی گذشتگانی ما گفتم، مثلا شیخ ابو علی ابن سینا در باب نگهداشت طفل بسیار خوب فرمودند که طفلی در بطن مادر بوده باید نغز احتیاط کرده شود
تا که جسمش دچار آفتی نگردد و اگر درد زادن نزدیک شود همه چاره ها رو بین تا که آن سبک گذرد. خوراک او را سرغذا کرده با وی اکثرا شوربای سرروغن بده. او را از غلاغوله پریدن همچنین از وهم یا صدای بلند و لط خوردن محافظت نما. این دستوری است که شیخ العزیز ابوعلی ابن سینا شخصیتی بود که کتاب القانون را تالیف کرده است و این کتاب در اروپا مدت 500-600 سال کتابی بالای میزی بود. از برای این درس میدادن خصوصا ابوعلی ابن سینا و زکریا رازی و خشتومن وظیفه‌اش همین است که همون اویله را با اصطلاح امروزه کنترل کند و کلی رو همچون یک فرد بیگانه قبول نکند، همچون اعضای خانه بداند، چون که وی همسر فرزندی او است و برای طفل سالم به دنیا آوردن تمام سعی کوشش خود را باید انجام دهد. اهمیت قبول قرارهای یکجهت با در دستگیری و غمخوری نسبت سلامتی و غذای زن در اویله در بابت این یک میگفتید؟ البته در مسئله دستگیری یعنی مشترک بین زن و شوهر، چی مرد و چی زن برای غذا دادن همون طفلی در بطنشون بوده یا که طفلی که در اویله تولد شده است باید به طرف نباشن، مشترک باشن، یک طرفه کار نکنن، یک دیگر فهمی کنن و خصوصا پدر در این مسئله باید جدی باشد. یعنی برای صرف کردن یا خریدن اشیاء در کاری برای طفل خودش باید بخل نورزد، تنگ دستی نکند، یعنی تمام وجود خودش رو برای فرزندش صرف کند تا اینکه در آینده فرزندی سالم به دنیا بیاره. برای زنان حامله از نگاه اسلام کدام عموما محصولات ها و غذا توصیه داده شده است؟ از نگاه دین البته در مسئله غذا خوردن فقط توصیه دین همین است که باید از اشیاء حلال یعنی غذا داده شود و توصیه پیامبر صلی الله علیه و سلم است پیش از آن که نطفه در بطن مادر نهاده می شود باید لقمه خود را پاک کند، چون که لقمه اثری خاص در فرزند دارد. چون گذشتگان هم در این باره حکایه ها و قصه ها است که نفری که بسیار یک شخص عالم زبردست و تالیفات زیادی هم داشت، وقتی که فرزند او مشک یک نفری رو سوراخ میکند و اون نفر همسرش رو فریاد میکنند، میگه که از زمانی که این نطفه در بطن شما قرار دارد من یگون گناه یگون معصیت نکردم، یگون چیزی اشیاء نامشروع استفاده نکردم. این کمبودی هر جا باشد از جانب شما است که امروز طفل ما با ویا رسید و به نفر زیان آورد. البته زنم که بسیار زنی صالحه و عفیفه بود فکر کرد چنده باید آورد که حقیقتا در وقت حامله داری میگوید عادتا وقتی حامله داری بعضی خوراکی ها برای زن اشتیاقش بلند می شود که طلب میکرد که اون رو استفاده کنه. همون وقت میگه ترشی برای من بسیار غالب اومد و نگاه کردم که انار همسایه به طرف خانه ما آویزون بود و اون ما یک گاز گرفتم، متاسفانه انار ترش هم نبود، شیرین بود و رها کردم. میگه من همین قدر خطا کردم وقتی که این طفل در بطن ما بود. علمای اخلاق میگن که ببین که همون یک گاز گرفتگی مادر به طفل تاثیر کرد، وقتی طفل به دنیا اومد به کمال رسید مشک یک نفر دیگر را سوراخ کرد. یعنی پدر و مادر برای به دنیا آوردن فرزندی سالم و صالح، یعنی فرزندی که هم به جامعه هم به پدر و مادر یک نامدار باشند باید به احتیاط باشند. یعنی این چیزی عادی نیست. وقتی گذشتگانی ما به این تاکید میکنن و تجربه کلان دارن، چی مادر چی پدر برای به دنیا آوردن فرزندی سالم و صالح باید که بی‌پروا نباشند، بی‌اعتنا نباشند، سعی کنن تلاش کنن که برای حلال لقمه داشته باشند و تا اینکه یک فرزندی سالم و صالح به دنیا بیارن. عرض سپاس میگم با شما. چرا در اسلام مهم است که مرد زن خود رو در دوره شیردهی دستگیری کند، زیادتر غمخوری کند، زیادتر دستگیری کند در این لحظه؟ البته ما با قرآن عظیم شان نگاه کنیم زن نسبت به مرد زحمت‌های زیاد میکشد. البته از نگاه دینی نگاه کنی اگر حامله بار گرفتن این وظیفه زن است. مرد حق مجبور کردن ندارد که زن رو اجباراً باردار کنند. این حق زن از خواهر بارو میگیره، نه خواهر نی. مرد از نگاه شرعی حق اجبار کردن ندارد. اما وقتی که بارو میگیرد زن متحمل اذیت‌های زیاد، زحمت‌های زیاد میکشد و قرآن عظیم شان میفرماید که استعیذ بالله یخرج من بین صلب و ترایب، یعنی حیولا انسان، شکل انسان از زنها از قفس سینه است میگه، از مرد از پشت است، از زمین دو جا، یعنی فرزند به دنیا میاد و علم امروز هم این رو به اثبات حال نرسانده است. فقط چیزی تیار دیده گفته است که مثلا همین نطفه همین به دنیا میاد
و از همین جهت غمخوری مادر نسبت به فرزند بیشتر است. به چه خاطر؟ چون که اون چیزی که از مادر برای فرزند میآید از قفس سینه است، این به دل نزدیک است. غمخوری مادر از همین لحاظ به فرزند نسبت پدر بیشتر است، چون که پدر از پشت است، از دل دورتر است. و مادر که زحمت‌های زیاد میکشد، تاجیکای ما دو جان میگویند، یعنی احتمال دارد حتی که مادر را از بین میبرد. برای همین زحمت‌های زیاد کشیدنش پیامبر علیه السلام تاکید میکند که امک ثم ابوک، احترام کن مادرت را بعد از آن پدرت را. یعنی از سبب که مادر زحمت‌های زیاد میکشد، از همین لحاظ باشد که همه مخارج زندگی مادر بر ذمه پدر است و احترام خاصه نسبت فرزند دارد نسبت به پدر. از نگاه اسلام زن کودک رو چند مدت باید شیر مادر دیدن؟ از نگاه دینی ما سه نوع قرابت داریم. یعنی حرمت داریم، قرابت نسبی داریم، قرابت سببی داریم، قرابت رضایی داریم. یعنی نسبی پدر و مادر وقتی که باید دیگر جفت میشوند، از اونها فرزند میان، حرمت پیدا میشود که فرزند برای پدر و مادرش احترام خاص دارد. و قرابت نسبی داریم، وقتی یک نفر داماد میشود یا خانه او کلین میشود، خصوصا اجتماع برای این پدر و مادر است، این برای اونها فرزند است، اینم قرابت میشود. سوم قرابت رضایی، یعنی شیرخوارگی است. وقتی که انسان یک اویله شیر میخورد تا 2.5 سالگی را، یعنی و حمله و فصاله 30 شهرها میگن، یعنی 30 ماه، این 30 ماهش 2.5 سال میشه. 2.5 سال باید که همون فرزند رو شیر بدهد. و خصوصیت شیر دادن همین است که تمام تفکر و خیال و رشد و نموی فرزند از همون شیر مادر تاثیر خاصه دارد. در مسئله شیر دادن البته امروز در بین مردم معمولا یک سخنی است که امروز جوان دخترای ما بعضیشون میگن که به خاطری که فیگورمون ویران نشود از شیر دادن پرهیز میکنند، حالا که گذشتگان ما درباره دادن شیر بسیار تاکید زیاد میکنند. حتی در کتاب مسلک المتقین میگوید که بچه مکد زی مادرش پیستان بهتر از عتق بنده میدان. وقتی که یک مادر فرزندی خچه شیر میدهد، این به منزله همین است که از یک محبوسی را که از زندان آزاد میکند، از این هم ثواب بیشتر میگیرد. همینقدر فضیلت زیاد دارد و هم این چیزی برای سلامتی مادر هم نفع خاص دارد و تمام خصوصیت‌های ارثی همون فرزند توسط همون شیر مادر میگذرد. برای همین تاکید زیاد شده است که تا اینکه مادر همون فرزند خود هم سالم میماند، هم تفکری او، هم رشد نموی او زیاد میشه. پیشتر هم اشاره کرده بودم که دین مبین اسلام یا دینی است که به طریق عموم میگوید، حکمت و فلسفه های او سخن میگوید. علم امروزه بسیار این چیزا رو کشف کرده است و مردم رسانده است. مهم کیست به سلامتی طفل؟ بله، به سلامتی طرز تفکری او، رشد نموی او و چیز ارثی که هست از همون مادر به این میگذرد میرود. برای که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسئله ازدواج از پدر دیده به مادر بسیار اشاره میکنه، چون که از نگاه اخلاقی دینی اگر ما نگاه کنیم، مادر به منزله زمین است، پدر به منزله دهقان. اگر زمین شورزار باشد، پدر هرچند دهقان ماهر هم باشد از او حاصل خوب گرفتن نمیاد. برای همین در عرفه تاجیک‌ها میگن که گنده پدر باش و گنده مادر نی. خیلی قبلا هم اشاره کردیم که شیر دادن برای سلامتی خودی مادر نیز هم فایده دار است، چون که جسم مادر از بیماری‌های مختلف حفظ میکند و مهر و محبت رو بین مادر و کودک افزون می‌نماید. خداوند در آیه 233 سوره بقره می‌فرماید و مادران باید که به فرزندان خود 2 سال تمام شیر دهند. این حکم برای کسی است که میخواهد مدت شیر دادن را تمام کند و خوراک و پوشاک این زنان شیرده به وجه پسندیده بر عهده پدر است و بر هیچ کس بجز قدر توانای او واجب کرده نمی شود. مادر را به سبب فرزندش رنج نباید داد و نه پدر را به سبب فرزندش. یعنی پدران وظیفه دارند که تأمین همون سالمی مادر و کودک را همه طرفه دستگیری کنند، جانبداری کنند. یعنی خیلی که قید کردین هم شما هم، یعنی زن نیاز به نوازش و به مهربانی دارد، خصوصا در حالتایی که حامله دار می شود. بعضی هر خیل میگذرانند، بعضی زنهایی که حالت عصبانیت دارند، باید همه چیزها را مرد خوب بیاموزد، بداند و در حالت کاری کند که در همون طفل تاثیری نرسد. یعنی با مهربانی و اون چه خواهشاتی که زن میکنه از پدر موافق امکانات خودش،
چخیلی خداوند هم در قرآن میفرماید که هر نفس رو موافق توانایی خودش امر میکند، از توانایی زیاد امر نمیکند، موافق توانایی خود همسرش رو تامین کند تا اینکه برای غذا دادن طفل تنقیصی نکشه. یعنی در همون وقتی که مثلا حامله دار است و تا 2.5 سالگی که مادر و طفل پیوندی زیج دارند، در اون حالت باشد تنها دستگیری، مهر و محبت، این کشتاری که میگفتن تا اولیمو هم نیست، این 14 عصر پیش گفته شده از لیگ اولیمون چند پیش میگفتن که رئیس اولی بن سینا تاکید کردن که با وهم و وهمه و هر چه خطرها مادر و وادار نکنه چون که در طفل او تاثیر میرسه. بله. تشکر زیاد میگم به شما. کدام پرینسیپ ها و عنعنه‌های اسلامی سلامتی مادر و کودک رو مهم میشمارند؟ اصلا نگاه دینی ما ببینیم اصلا مسئله عفت و پاکدامنی رو در مسئله اول میبینن، چون که خانوخه انسان خانوخه ازدواج میکند، چون که در مسئله ازدواج از نگاه دینی تاکیدات زیاد شده است. پیشتر هم اشاره کردیم که خداوند زن رو برای مرد آفریده است، مرد رو برای زن آفریده است و تاکید میکند که پیامبر علیه السلام علیک بذات دین، یعنی با زنی که خوش اخلاق است و عفیفه و پاکدامن است با او ازدواج کن، تریبت یداکه یعنی برکت میوی. یعنی که اگر زن صالحه نباشد اگر در خانه برکت نمیشه. هرچند مرد اگر کوشش کنه تلاش هم کنه، رئیس اساسی در خانه زن است. یعنی مادر رول اساسی رو میبازد، زن همسر رول اساسی رو میبازد. بیوده که نمیگن که زن خود چراغ خانه دونه. بله چراغ خانه دونه است و خداوند به زن یک طبیعتی داده است که میتونه خانه رو رنگ جنت کند، میتونه خانه رو رنگ جهنم کند. یعنی این خصوصیت زن دارد، همین قابلیت خداوند برای زن دادگیه و البته زن فضیلت‌های زیاد دارد و تاکیدات زیادی هم درباره شده است و تاکید همین است که یعنی زن سرپرستی خانه است، هم همسرداری میکند، هم فرزند را تربیت میکند تا اینکه در یک فرزند سالم و صالح به دنیا بیاید. با زنان حامله دار و شیرده ریوی کدام روزه و مراسم‌های دینی ممکن است و مرد چی باید کرد، چگونه دستگیری کرد؟ البته در صراحتا خداوند در قرآن عظیم شان فرموده است دین مبین اسلام دین یسر است، دین آسانی است، دین مشکلی نیست و خداوند در قرآن میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر یک جان رو به اندازه تواناییش امر میکند که عبادت کنند. مثلا وقتی که زنها حامله‌اند و میدونن که روزه داشتن آنها برای خود آنها، برای طفل در بطن بوده آنها ضرر دارد، شریعت برای آنها اجازه میدهد که روزه نگیرن، روزه خود را استعمال کنند. بعد سپارشیدن مدت ها میتونن آنها را قضا بدارن، یعنی یک روز به یک روز بگیرن. یا که در ایام شیردهی وقتی که کودک از اگر مادر روزه بگیرد از تنقیصی بکشد از شیرش کم می شود، در این صورت هم شریعت برای اجازه میدهد که روزه خود را بخورد و طفل خود را بیمه کند تا اینکه بعد از ناخرک شدنش میتواند که با روزه را در روزهای دیگر قضای آن را بدارد. درک اهمیتی 1000 روزه اولین حیات کودک به سلامتی او برای مردان چرا مهم است؟ البته در دوام 1000 روزه که برای کودک معین شده است پیش بینی شده حساب کرد، هم برای مادر هم برای پدر این ضرور است. خودی پدر وظیفه دار است که قبلا هم اشاره کردیم که مادر را با تمام همون تجهیزات ضروری اون چیزی که زن به اون نیاز دارد احتیاج دارد. البته زن و مرد طبیعت یکدیگر رو خوب میدونن که برای زن چی خوش است چی ناخوش است. باید که در همین حالت خصوصا حامیداری مرد به احتیاط باشد، کاری نکند که زن رو عصبانی کند یا که کاری نکند که به غضب بیاد یا که یک حالت وهم و واهمه در گرفتار شود که به طفل او ضرر داشته باشد. و خود مادر هم باشد به منزله کدبانو است، یعنی مادر خیلی که کدبانو یک خمیر چند نمود خوراک میتواند بپزد تیار کنه آماده کند. وقتی که مادر خودش سالم باشد یا سالمه باشد اگر و پیش از همه علم داشته باشد، دانش داشته باشد، یعنی در شرایط فعلی البته آدمی کم سواد بسیار کم به چشم میخورد چون که قدر چیزای جمعیتی و اینترنت و بود دیگر چیزی از همه چیز استفاده میکنند و میدونن که چی برای کودک ضرر دارد چی فایده دارد. اما در عرف ما تاجیکان این چیز البته تاکید شده است، کوشش میکنن که با زنی حامله نه زنی دو جان باید به احتیاط باشن تا اینکه برای فرزند او به دنیا آمدن یگان زیان و ضرری نه مادی نه معنوی نرسد. چون که خودی انسان به دو غذا نیاز دارد، هم غذای مادی و هم غذای معنوی. غذای مادی خیلی طریق شیر خوردن، غذای معنوی اون چیزی که باید روح بلندی کردن،
یعنی احترام کردن و عزت کردن و کار کردن که کار باید انجام بدید همون خانواده، یا فقط نه فقط شوهر. وقتی که دستجمعی در مردمی متوجه دستجمعی زندگی میکنن بسیار در خانه چند کلین و چند باید خیلی همون خشتومند باز همون سرپرستی خانه در این مسئله جدی باشد، یعنی از روی انصاف کار کنه تا اینکه کوشش کنه که همون کلینی که حامله دار است با یگون مشکلاتی روبرو نشود، عصبانی نشود، تا اینکه در طفل در آینده به دنیا آوردگی یگون زیان و ضرر مادی و معنوی نرسه. در شرایط فعلی البته خود معلوم است که طبیبای اولیوی هستن، هر کسی که در هر جایی که زندگی میکنه دکترها با اون مراجعت میکنن، کوشش کنن که از همونو پنهان نشوند، بلکه با اونو مراجعت کنن و آخری کنن. کمبودی که هسته از دو نفر انسان باید که عیبش رو نپوشاند، یکی از معلم یکی از دکتر. چون که وقتی از دکتر یا از معلم انسان اگر کمبودی خود رو پنهان کرد به ضرر خودی است. باید که شرم نکند، ایذا نکند، چون که اونا اسرار خانوادگی را خوب میدونن و مراجعت کنن چی کمبودی کسی با اونها بررسی کنن تا اینکه از این حالتهای مشکلات بیرون شوند. دین اسلام با مردم برای تامین غذای سالم کودک در سالهای اول حیات چی توصیه می‌دهد؟ در سالهای اول حیات دین مبین اسلام برای مادر کودک یعنی تاکید میکنند که خصوصا اگر در دهات زندگی کنند نباید کارهای مشقت، کارهای از توانایی زیادی زن با او زن فرموده نشد، بلکه خودی مرد در پهلوی زن باشد. چون که ما ببینیم حتی پیامبر علیه السلام همیشه در کارهای خانواده با همسراشون کمک میکرده، یورده با وجود اینکه پیامبر بدن کمک میکردن و این شخصیت مرد رو پایان نمیبرد، بلکه عزت او رو بالا میبرد، هم در نزد همسر هم در نزد فرزندان خودش. دومولو میگفتید کدام انانه‌های دینی با اویلا در قبول قرارهای مشترک درباره سلامتی در 1000 روز اولین حیات کودک کمک میکند؟ البته خود معلوم است که وقتی نفر کلین میشد به خانه میآید، از نگاه دینی باید برای او زن یک اتاق الهیده مهیا کرده شود و مردی ما البته مردمی با شرم با حیا و در اون خانه که او عروس زندگی میکنه، خصوصا در دوره حامله داری کی نباشه از خانواده نباید به اجازتی همون کلین وارد اون خانه شود، خصوصا در حالت ایام شیردهی، چون که اون در حالت با وهم میآید که در حالت با هیجان میآید که این هم برای طفل ضرر دارد. و وقتی که طفل در دنیا میآید یا که در حالت حامله داری باید همسر همراهی همسرش با دکتر مراجعت کنه، درباره همسرش باشد، توصیه های دکتر رو خوب قبول کنه، چون که بعضی خواهران هستن که نمیخواهند این چیز رو، یا که شاید میره از خود اون توصیه میدید این رو پنهان میکنه. برای همین رفتن شوهر با او خوب است که همراه شوهرش همراه همسرش نزد دکتر بره و توصیه رو از دکتر بگیرد تا اینکه برای آینده به یک فرزند سالم به دنیا آوردنشون. نگه در هر پهلوی زندگی شوهر در تمام پهلوی زندگی از اول تا به آخر باید شوهر در برای همسر باشد. همچنانه که گفتیم که خداوند میگه زن برای من لباس است، مرد برای زن. یعنی به لباس انسان نمیشه. یعنی که از اول تا آخر این فهمو، لیک اساس و مهم این در وقتی حامله و شیردهی باید مخصوصا توجه زیادتر مرد نزدیکانی خاصه داشته باشند، چون که اونها امید دارن که از اونها در آینده یک نشانه به دنیا میاد، باید نشانه باشد که برای اونها باقی دل باشد، یعنی داغ دل نباشد، یا فرزند سالم و صالح بیاد که نام پدر و مادر رو بلند برداره. در فرجام یک نمیدونم توصیه شما با شوهران و من با خشتومان ها چی است؟ من در کوتاه اگر بگیم. من همین رو گفتنی هستم که خشتومان هم مادر هستن. بله. اونها هم در حالت جوانی کمبودی ها داشتن. وقتی کمبودی های کلین رو میبینن نباید پیشخند بزنن، بلکه اون رو نصیحت کنن و نصیحت های بی‌غرضانه و از جانب کلین هم باید نصیحتی همون خشتومان ها رو با غرض قبول نکنن. بله. یعنی همچون چون که در آینده با اینو خشتومان میشه، هر چیزی که بر خشتومان خود میکنه آینده با از کلین خود میبینه، برای با خوبی قبول کنن و خود شوهران باشن اگر نسبت فرزندان خود باید با احترام و مهربان باشن، چون که ما اونقدر عمری دراز هم نداریم که باید جنگ و جنجال و با جدال بگذاریم. یعنی باید نمود زندگی داشته باشیم که مردم یا که همسایه حسوس بخیرن که کش کردن اینا زندگی داشته باشن. عبرت باشه. بله عبرت باشد از زندگی با محبت، یا زندگی با باوری، یا زندگی با شایسته داشته باشه. عرض سپاس میگم با شما برای تشریف آوردنتون، امروز معلوماتی هم بیشتر رو برای تماشابینان ما آماده کردید. سلامت باشید. خدا نگهدار.